پناهجویان افغان بعد هشدار طالبان مال و کالاهای خود را جمع دارند. نیروهای طالبان به آنها یک روز مهلت دادند که آنها این قلمرو را ترک کنند. حالا صدها پناهجوی افغان مجبور شده است که از ناحیه ایشکاشیم افغانستان هم‌مرز با ایشکاشیم تاجیکستان را ترک کنند. یقینی نمیشه که در ولسوالی ایشکاشیم ولایت بدخشان مهاجر شدند و تعداد اکثر فامیلام از طرف امارات اسلامی تهدید به مرگ شدند و ایشکاشیم را ترک کردند. دیگه از سرنوشت از ما معلوم نیست و خواست ما از نماینده‌های سازمان ملل امی است که با مشکلات مهاجرین ولسوالی ایشکاشیم رسیده. بعد هشدارهای پی در پی به پناهجویان اکنون طالبان دست به کار شدند. با اطلاع منابع رادیو آزادی، نیروهای طالبان روزهای اخیر یکی از پناهجویان را به قتل رسانیده، یک نفر دیگر را لطوکوب کردند. عکس لطوکوب شده به ما دسترس شده، در آن سر و رویش زخمی و دستش بسته است. منبع‌ها گفتند او را پزشکان معاینه کردند. بعضی از پناهجویان در ایشکاشیم میگویند از ولایت پنجشیر هستند و با امید آنکه تاجیکستان را هشان می‌دهد به سرحد آمده بودند. طالبان اصلا تغییر نکردند. وقتی که ما از ولایت پنجشیر به ایشکاشیم ولایت بدخشان مهاجر شدیم، در راه آزار اذیت زیاد شدیم. وقتی در پایتخت کابل می‌بینیم طالبان در اونجا با مردم متوفت و مهربانی میکنند به خاطر که فوکس رسانه‌ها اونجا بیشتر است. اما در ایشکاشیم ولایت بدخشان اکثر مهاجرین ولایت پنجشیر مورد تهدید طالبان قرار میگیرند و از اینجا بیرون کشیده میشن. حالا پناهجویان میگویند زیر فشار طالبان و تهدید کشتن به ترک ناحیه ایشکاشیم وادار شدند. آنها میگویند که تقدیر آیندهشان دیگر روشن نیست. در همین حال والی طالبان در بدخشان افغانستان روز 4 اکتبر گفته است 600 بیجو شده را از مرز افغانستان و تاجیکستان به خانه‌هایشان برگردانیدند. مقامات تاجیکستان با وجود گزارش‌های به تکرار درباره وضع پناهجویان در سرحد افغانستان واکنش نکردند. بنا به گزارشات در ناحیه ایشکاشیم افغانستان نزدیک به 2000 پناهجو جمع آمده از آخرهای ماه اوگوست به این سو تلاش داشتند در قلمرو تاجیکستان پناه یابند. در 3 ماه اخیر موضوع پناهندگان افغانستانی به تاجیکستان داغ شده است. در ماه ایون و ایول امسال مقامات از عقب نشینی نظامیان حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان رسما خبر داده بودند. اما پس از تصرف این کشور از جانب طالبان درباره ورود پناهندگان اطلاع رسمی نشر نمی شود. اتحادیه اروپا روز 14 سپتامبر امسال در خبرنامه گفت در حدود ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان تا 5000 فراری از افغانستان پناه بردند.